Kozli, Jakobi, fotbaly, Vani Dastovi, Baleroni Rutepe Israel. Anatolia Staroszyna, Kamila Zawodowa. Anatolia Staroszyna, Kamila Zawodowa. Rahmatullah Zawodowa, Rakami 2, Stockholm, Bojano. محافظتی دسته استقلال توانست که توپ را وارد توری دروازه علیشیر تویچیز نماید و اینجا محافظتگران کمی به سراس مدیر راه دادند و از اشتباهی آنها صاحبان میدان خوبی استفاده کردند. حالا باز به هجوم می‌شوند. بعدی رقم 22 سالس کسو حکمت الله راسوف کشور ساحه ورزش رشد یافته تمام شرایط و لوازمات‌های ورزشی Hey,
کشور соҳаи варзиш рушд ёфта тамоми шароиту лавозимотҳои варзишӣ таҳти ғамхорию дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин аз ҷониби шахсони масъул ва соҳибкорони ватанӣ бар соҳаи варзиш рушд ёфта тамоми шароиту лавозим бо ҳамин бозии мазкур 2-1 ба фоидаи дастаи футболбозони Равшани Кӯлоб از نیمه راستی میدان چون همیشه تحت رقم 22 چارلز تیکو چارلز تیکو در احاطه یکی از محافظتگران مزدور توران دلیه را تختستان توپ را به نیمه راست از نیمه چپ به هجوم می‌گذارند چون همیشه تحت رقم 22 در سبقت این دفاع واقعا هنر خود را پیوسته کوشش میکند که نشان دهد همین ضربه میزند و امکانیت برای فوتبالبازان شهر کلوب به وجود میآید بله چون همیشه ادامه می‌کند توپ را به سمت راست هوا میدهد و اکنون نایم نکرد و زود فوتبالبازان شهر کلوب به هجوم می‌گذارند حسن رستموف توپ را به مرکز میدان با چارلز تیکو حسن رستموف توپ را به نیمه راست میدان و اکنون در این جریان ببینید یک بار چارلز تیکو ببینید که یک نفر دوم را با زود آهسته حسن به سوی پیش حرکت می‌کند و بازی ادامه دارد و این دفعه ببینید که یک بار یک نفر سوم و اکنون ببینید که چطور فوتبالبازان شهر کلوب این امکانیت را استفاده می‌کند در نیمه راست میدان نیست نفر دیگر تیم محافظتی دسته استقلال توانست که توپ را وارد توری دروازه استقلال نتوانست که از آن خوب استفاده کند و دسته روشن شهر کلوب باشد بعد هجوم‌های و اکنون سراسیمگی نایمتوف محافظتگری با تجربه رقم 26 با حکمت الله رسولوف هوا می‌دهد بازی حساس نمی‌گذارد تیم دیگران را با شما معرفی کنیم و این دفعه باز ببینید که چگونه سلمان که حسابی واکوری حساسی هر دو دسته روشن و استقلال کشاده شد در دقیقه 41 نیمه اول سبقت سلمان تیچی بعد عبور نمودن خط محافظتی دسته استقلال توانست که توپ را وارد توری دروازه علیشیر تویچیف نماید و اینجا محافظتگران کمی به سراسیمگی راه دادند و از اشتباه آنها صاحبان میدان خوب استفاده کردند و حالا باز به هجوم می‌گذارند الکی 17,000 نفر مخلص صورت گرفته شدند کمک نمایند برابر آغاز هر یک کمبیناسیون صاحبان میدان کوشش میکنند که با یکدیگر کمک نمایند و این دفعه ببینید با سوی پیش حرکت میکند حسن رستموف با کمک او می‌شتابد و نومان حکیموف این دفعه شاید توان بلندی استعداد فوتبالبازان دسته روشن شهر کلوب بر علام مشاهده می‌گردد و آزادانه آنها
باز به سوی پیش حرکت میکنند. چالدیس تکو نومان حکیموف نومان ضربه میزند. بله هجومی دسته روشن شهری کلوب چالش تکو و علی میدان و اکنون صاحبان میدان باز کوشش میکنند از کنار راست. چالش تکو در احاطه رابرت ژیلین محافظتگری با تجربه و اکنون این دفعه استقلال باید جالبتر و تیزتر باشد. مهمانان تلاش میکنند که خط دفاع را استوار نگاه دارند.